بگی دستاتا بچه ها دیدستن یا چی بزنستن؟ فقط که من آرام رب زدستن لخو همیجه نمونی همیجه سی سالی ما در چیگه نمونده سی سالی که در مغازی ما بیار نشانه بکن چه خیلی میبندن چه میبند همین خیلی بستگی هچ گفت ده چچی تری میکرد ما من اوچه من ندیدم هیچ کسی ندیدم من ندیدم اوچه من ندیدم من بیدون چه دیدم این سال آرام در نمیزنی من یک شهروند جمهوری تاجیکستان با قانون پیشگرفته حکومت تاجیکستان که بر ضد روسری زنان و مادران تاجیک است من راضی نیستم و این قانون را محکوم میکنم. من شهروند جمهوری تاجیکستان هستم و از این قانونی که در تاجیکستان برآوردن بر ضد ستر و حجاب من از این قانون ناراضی هستم و هم بیزار هستم و از تمام هموطنان دعوت میکنم که در این مسئله بی‌طرف نباشند. سخن حق تیز است و سخت میرسد. چون کسی از حقیقت گپ زند وی بوتاق یا به اصطلاح دیگر زنبروغ جامعه میگردد. واقعا ما در جمعیت امروز زندگی میکنیم که منافقی، دروغگویی، ریاکاری و چاپلوسی سراسری است. از همین خاطر در این گونه جامعه ها وقتی یک نفر پیدا می شود که میخواد حرف حق گپ زند، میخواد از حقیقت دفاع کند، میخواد واقعیت ها را روی آب برآورد، گروه از انسان ها از این گونه شخصان را بد میبینند. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا حقیقت را میگویند، واقعیت را میگویند و آن چیزی را که میبینند درست است آن را میگویند و آن چیزی که غلط است درست است آن را انکار میکنند. روزگوی تئوری میبینید اونجا برای چی بد میبینند؟ معقول نیست چون که روسا میگن که آخه правда глаза колет گفتن اما مضمونش کردیم. در برنامه قبلی ابراز داشته بودیم اگر در جامعه تهدید فحش و فساد زیاد باشد ستر و حجاب آن طرف ایستد نقاب ضرور است. این دلیل را از تفسیر عالم نصفی که حنفی مذهب است گرفته بودیم. آزادی با چند بانوان تاجیک ما صحبت کرده است و آنها شکایت از آن دارند که جوانان آنها را گپ می‌پرتایند. همه جا روشن بود. روزی روشن ساعت 8 روزی روشن 3 جوان ایستادن همشون همین خیلی ریش موندگی و همین خیلی ایستادن میرم یک تاش میدادم همین خیلی بغلم خودش من میپرتاید. من زنک شوهردار فرزند دارم. این خیلی کارا چه بسیار شدگی است ولی نگاه نمیکنن که دختر شوهر دارد ندارد حامله است حامله نیست این جهتاشون نگاه نکرده و دختر رو گپ میپرتاید. پس چونین که باشد جامعه تهدید نه بلکه allakay فحش شده ایستاده است. ما که خودمان از قرآن و سنت دور شده ایستاده ایم آیا نظر الله برایمان نزدیک می شود؟ دلیل اینجا ابو هریره از او الله راضی باشد از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل می کند. الله تعالی می گوید من آن گونه می شوم که بنده درباره من می پندارد و من همیشه با بنده ام وقتی که مرا به یاد می آورد. اگر مرا در دلش به یاد آورد من درباره‌اش به یاد می آورم. اگر مرا در جامعه دیگران به یاد آورد من او را در جامعه بهترین ها می گردانم. اگر بندم چون یک انگشت به من نزدیک شود من چون به آرنج نزدیک می شوم و اگر چون به آرنج به من نزدیک گردد من زیاده نزدیک می شوم. اگر یک قدم به سوی من ماند من به سوی بندم می دوم. قدم ها یک سو ایستد و از فرمان الله گریزیم. پس الله سبحانه و تعالی چی کار می کرده باشد؟ دلیل از قرآن. آیا در زمین سیر نمی کنند تا صاحب دلهای گردند که به واسطه آنها خیردمندانه بیندیشند و گوشهایی که به آن بشنوند زیرا چشمها نیستند که کور می شوند بلکه دلهایی که در سینه ها جای دارند کور می شوند. از تو به شتاب عذاب می طلبند
و الله هرگیز وعده خود را خلاف نمی کند و یک روز از روزهای پروردگار تو برابر به 1000 سال است از آن سان که می شمارد. چه بسیار دهه‌هایی که ظالم بودند من مهلتشان دادم، آنگاه آنها را ویران کردم و بازگشت همه نزد من است. سوره حج آیت 46 47 و 48. اقدام تحت عنوان آزادی به حجاب، آزادی به دین، آزادی به عبادت در تاجیکستان.